مرحبا، من آتکین هستم و خوش اومدیم به کانال یوتیوب من. امروز اومدیم با هم دیگه یه داستان خیلی جالب و جنجالی رو بشنویم. البته داستان که میگم بچه‌ها، این یه داستان عمومی و معمولی نیست مثل ویدیوهای قبل. داستان زندگی یکی از دوستای خودمه که همین چند وقت پیش یه اتفاق خیلی عجیب و خیلی بدی براش افتاد. برای همین تصمیم گرفتم بیام این رو براتون تعریف کنم تا اگر بتونم فقط به یک نفر هم کمک کرده باشم، برای من اتفاق خیلی بزرگیه. پس اگر شما کسی هستین که درگیر فضای مجازی هستین و بیشتر وقتتون رو توی فضای مجازی میگذرونین و یا پدر و مادری هستین که بچه‌های جوان و نوجوانی دارین که درگیر فضای مجازی هستن، حتما این ویدیو رو تا آخر ببینید که قراره خیلی سورپرایز بشید. پس بریم و بیایم تا داستان رو براتون تعریف کنم. من توی این داستان از اسم‌های مستعار استفاده می‌کنم چون نمی‌خوام یه وقتی کسی اون طرف رو بشناسه و بعداً براش مشکلی حرف و حدیثی پیش بیاد. برای همین اسم‌هایی که میگم اسم‌های مستعار. من یه دوستی دارم به اسم الناز. این دوست من درگیر فضای مجازی. البته این روزا همه ما درگیر فضای مجازی هستیم و اگر توی این فضای مجازی مواظب نباشیم ممکنه که اتفاقات بدی برای ما بیفته. این دوست من متاسفانه چند وقتی بود که درگیر گروه‌های تلگرامی شده بود و از طریق این گروه هم با یه آدم خیلی اشتباهی آشنا میشه. دوست من وارد یه گروه تلگرامی شده بود و اون آدمی که این رو توی گروه اد کرده بود خودش صاحب گروه بود، مدیر گروه بود. دوست من رو توی گروه اد میکنه، بعد از یه چند روز این دوستم رو ادمین گروه میکنه و خلاص اینجوری کم کم بهش نزدیکتر میشه. دوست من میگه که این آدم به من اعتماد داره، منو ادمین گروهش کرده و این دوست من بعد از یه تایم تقریبا طولانی دیگه کاملا با این آدم دوست شده بود و به این آدم کاملا وابسته شده بود. و هر وقت میومد پیش من از این آدم تعریف میکرد. یه روز خیلی اصرار داشت که مثلا کنه تو هم بیا توی گروه مثلا ببین چه جوریه، حالا سرگرم میشی این داستانا. و منم که واقعا دیگه کنجکاو شده بودم این آدم رو ببینم، گفتم اوکی این که گروه گرفتم بعد این گروه عضو شدم. یه چند روزی اونجا من چت کردم و اگر شما با این گروه آشنا باشین، خب خیلی از دخترها و پسرهای جوان توی هر سن و سالی از هر مناطقی دور هم دیگه جمع شدن و اوقات فراغتشون رو با هم دیگه میگذرونن. من بعد از چند روز دیگه حوصله‌ام نمی‌کشید از گروه اومدم بیرون و یه روز کلا مشغول بودم توی اینستا بودم، دیدم که یه نفر به اینستای من پیام داده و گفت که من دوست اون پسری هم که الناز باهاش دوسته، یعنی گفت هم دوستشم و هم پسر خاله اون پسر هستم. و من خیلی کنجکاو شدم، گفتم که این چرا اصلا به من پیام داده و خلاصه باش چت کردم و گفت که من یه موضوعی میخوام بهت بگم که به خود الناز نتونستم بگم و به خاطر اینکه این موضوع رو این تایم مثلا نتونستم به خودش بگم و خیلی با خودم کلنجار رفتم و خیلی عذاب وجدان دارم، برای همین خیلی خوب شد که اون روز تو اومدی و الناز گفت این دوست صمیمی منه و تو رو معرفی کرد. برای همین من تونستم که به تو پیام بدم و گفتم این موضوع رو حداقل به تو بگم که اگر تونستی تو بتونی این موضوع رو برای دوستت مطرح کنی. و من دیگه داشتم واقعا نگران می‌شدم، گفتم موضوع چیه؟ گفت این پسری که با الناز دوسته فلانی، این آدم داره از الناز سوء استفاده میکنه. گفتم چطور؟ مثلا چه نوع سوء استفاده منظورته؟ گفت که این آدم کلا نه تنها با الناز، با چندین نفر دیگه همزمان دوسته و کلا به بهانه گروه، به بهانه ادمینی دخترا رو میاره توی گروه، باشون آشنا میشه، حالا مثلا به اسم اعتماد و الکی مثلا ادمینشون میکنه و از این طریق بهشون نزدیک میشه و طرح دوستی میریزه. و گفت که همین الانش تقریبا 7-8 نفر 7-8 تا دختر با این آدم دوستن و این آدم و اینجا رو که گفت من کلا پشمام ریخت. گفت این آدم متأهله و حتی بچه داره. باورتون میشه یه آدمی که متأهله و حتی بچه هم داره توی گروه‌های تلگرامی پلاسه، خودش مدیر گروهه و فقط برای تور کردن دخترای مختلف کلا وارد این راه شده و این گروه ها زده. هیچ کس نمیدونه که این آدم متأهله، همه جا خودش رو مجرد معرفی میکنه، آمار الکی میده و دخترها رو کلا گول میزنه. و حتی این آدم از دخترها کلا شارژ میگیره، پول اینترنتشو، پول کلا شارژشو و حتی خرج زندگیشو از همین دخترها در میاره. باورتون میشه؟ این آدم گفت که ازدواج کرده خودش. حالا زندگی خودش هم بخوام بگم من خیلی ناراحت شدم برای اون دختر بیچاره‌ای که با همچین آدمی ازدواج کرده. گفت این آدم یه دختری رو دوست داشت، با هم دیگه آشنا شد، اون دخترا هم مثل همین دخترا گول زد، دختری بیچاره کلا عاشقش شده بود، رفت خواستگاری و اون دختری چون تک دختر یه خانواده بوده، یه خانواده مثلا کاملا آبرومند، یه خانواده خیلی عالی که سطح فرهنگشون با این آدم خیلی اصلا فرق داشت و پدر دختره راضی به ازدواج نبوده
و این بعد یه تایمی کلا مخ دختر رو میزنه و به دختر میگه بیا با هم دیگه فرار کنیم. حالا که اینا راضی نیستن بیا با هم دیگه فرار کنیم و حالا خانواده بعداً راضی میشن. بعد دختر بیچاره هم که دیگه واقعا عاشق و دلباخته این آدم شده بوده، گول این آدم رو خورده بوده، با این آدم فرار میکنه و پدر دختری میگه که حالا که تو این مرد به ما ترجیح دادی و آبروی من رو بردی، تو دیگه کلا دختر من نیستی و این دختر رو کلا ارتباطش رو با خانواده‌اش قطع میکنه و پدرش دیگه اجازه نمیده که بیاد خونه‌شون. این پسر این دختر بدبخت رو میبره خونه خودشون و حتی خانواده خودش هم این رو قبول نمیکنن. میگن مگه ما بهت گفتیم برو دختر مردم بیار، برو خودت هر غلطی خواستی بکن. دختر بدبخت رو میبره، نه جایی واسه موندن داره نه چیزی برای خوردن داره. دختر بدبخت چند تا تیکه طلا و علنگو و چیزایی داشته که میفروشه اینا رو، حالا یه خونه یه اتاق کوچیک اجاره میکنه، با وام ازدواجش یه چند تا تیکه وسایل میگیره و کلا میخواسته که زندگی کنه و واقعا زندگیش رو بسازه، چون عاشق این آدم بوده و از همه جا هم رونده شده بوده و مجبور بوده که این آدم رو کلا تحمل کنه و زندگیش رو ادامه بده. این دختر بدبخت حالا به هر نحوی که شده یه چند مدتی رو باش میگذرونه، یه چند سالی رو میگذرونه و متاسفانه اینا بچه دار هم میشن. ولی از اونجایی که این پسر اینقدر که لاشی بوده، اینقدر که بی ارزه بوده، نه سر کار میرفته نه خرجی خونه رو میداده، دختر بدبخت خودش میرفته کار میکرده، خرج خونه و زندگیشو خودش میداده و کلا بعد یک مدت هم دیگه کلا نتونسته تحمل کنه و حتی خرج خونه‌ش هم نتونسته بده و آواره شده. گفت که این آدمی که میبینی کلا اون دختر رو بدبخت کرد، کلا بچه خودش رو نتونست گردن بگیره و اون دختر بدبخت حالا خانواده‌اش هم راهش نمیدن، آواره کوچه و خیابون شده. یه روز خونه این دوستش میمونه، یه روز خونه اون دوستش میمونه. این آدم احمقی هم که میبینی الان مثلا ادعا میکنه، مثلا ادعای لاکچری بودن، ادعای پولداری و کلا هر چیز دیگه که میبینی کلا همش دروغه و کلا توی ذهنش، توی ذهن دخترها، کلا توی مجازی یه زندگی که آرزوشو داشته توی ذهن خودش ساخته و اینو یه طوری رفتار کرده که همه همین رو باور کردن و دخترها فکر کردن این چیزایی که میگه واقعیه و گفت که این آدم حتی خانواده‌اش خونه راش نمیدن. اینقدر که این آدم احمق و عوضیه. گفت یه روز مثلا میره مغازه این دوستش میمونه، یه روز خونه ما میاد، یه روز خونه اون دوستش میره و جایی حتی برای خوابیدن نداره و خرج زندگیشو، اینش خیلی جالب بود بچه‌ها، یه آدمی که توی خرج زندگیش مونده 7-8 تا دختر رو با هم دیگه اداره میکنه که چرا مثلا میگم که مثلا حالا چجوری این دخترها بهش پول میدن، چجوری مثلا براش شارژ میفرستن. میگه مثلا میره یه جا خرید میکنه، خب بالاخره زندگی خرج داره دیگه، میره یه جا خرید میکنه و زنگ میزنه به دختر میگه الو عزیزم ببین من اومدم فلان جا خرید کردم و کارتمو من دیروز گم کردم یا کارتمو یادم رفته بیارم، داری یه 500 تومن بهم قرض بدی، مثلا فردا برات میزنم، همین فردا برات کارت به کارت میکنم. و دختر بدبخت میگه مثلا همون جا براش میزنه و حتی اگه نداشته باشه هم میره از کارت مامانش، کارت باباش یا از یکی قرض میکنه و بیخبر از پدر و مادرش برای این پسر پول میزنه که چرا فقط این آدم رو ناراحت نکنه، چون عاشق این آدمه، چون وابسته این آدمه و گول این آدم رو خورده. به همه هم قول ازدواج داده، به همه هم چه میدونم ادعای عاشقی داره و همه دخترها فکر میکنن که یه آدم خیلی عالی، مثلا یه آدم همه چی تموم رو پیدا کردن که قراره باش ازدواج کنن، برای همین هر چیزی که این آدم بگه انجام میدن تا فقط این آدم ناراحت نشه. مثلا یه چند روزی میگه غیبش میزنه کلا، نه مثلا جواب تلفن رو میده، مثلا نه جواب مسیجاشون رو میده، مثلا تلگرام آنلاین نمیشه، بلکه دخترا میاد مثلا بهش میگن فلانی چرا نبودی، چرا نیستی، مثلا نگرانشون میشه. بعد میگه که نه میدونی من اینترنتم تموم شده بود، بعد کارتم هم مثلا سوخته بود، فلان شده بود، نتونستم واسه اینترنت بگیرم. بعد دختر بیچاره میره مثلا حتی اگه خودش نداشته باشه میره از یکی قرض میکنه برای این الدن، برای این آدم احمق لاشی مثلا بسته اینترنت میگیره، میگه براش مثلا 50 تومن 100 تومن شارژ میزنن، میگن بیا عزیزم مثلا برو بسته اینترنت بگیر، برو برای خودت شارژ بگیر، مثلا دیگه نبینم یهو غیبت بزنه ها، نبینم یهو مثلا بی خبر بری یا من نگرانت میشم، مثلا من فلان میشم، من دلتنگت میشم. اینجوری مثلا دخترا رو گول میزنه. یعنی هستن زیادن، من مثلا فقط این نیست، این چون این موضوع منو خیلی ناراحت کرده بود و خیلی حالم بد شده بود و حتی هنوز هم حالم بده سر این قضیه، مثلا دارم اینو براتون تعریف میکنم، وگرنه من خیلی دیدم و شنیدم پسرایی که مثلا از دخترها دارن خرجشون رو در میارن یا پسرایی که کلا با صدای دخترانه دارن مثلا از پسرای دیگه میکنن. زیاد از اینجور آدما، مثلا یکی دو نفر نیستن. ولی این دوستم
چون این قضیه براش پیش اومده بود و من واقعا شاهد داغون شدنش بودم، شاهد ناراحتیش بودم، گفتم این قضیه رو بیام براتون تعریف کنم تا یکم آگاه بشین، یکم هوشیار باشین. پدر و مادرای عزیزی که مخصوصا دخترای سن پایین دارید، سن زیر 20 سال هستن، خیلی راحت گول میخورن، خیلی راحت میشه اینا رو گول زد. خلاصه به هر سختی که بود رفتم پیش دوستم و این موضوع رو بهش گفتم. حالا باور نمیکرد. حالا میگفت از کجا من این پسر مثلا حسودیش نشده باشه، از کجا من مثلا این پسر دروغ نگفته باشه. خلاصه این بهش گفتم و به هر طریقی که بود من حالا به هر اصراری حالا یه کاری کردم که این باور کنه. حالا این به پسر گفت، حالا پسر گردن نمیگرفت. خلاصه اینا از همدیگه جدا شدن، دوستم اینو بلاک کرد، از همدیگه مثلا کات کردن رابطه‌شون رو و من اومدم خونه و خیلی حالش بد بود. اون لحظه وقتی اینو فهمید خیلی گریه کرد، خیلی حالش بد شد و من خیلی حس بدی داشتم. میدونی مثلا انگار که من باعث بانیش بودم، ولی اگه نمیگفتم هم بعداً تو جای بدتری با اتفاق خیلی بدتری این موضوع رو دوباره این دوستم تجربه میکرد. خلاصه بعد فردای اون روز حالا من به دوستم هی زنگ میزدم این جواب نمیداد، به خونهشون زنگ میزدم کسی بر نمیداشت، به مامانش زنگ زدم مثلا جواب نداد. دیگه خونم هم خیلی از هم دور نبود، برای همین رفتم در خونهشون زنگ در رو زدم، دیدم فقط مثلا داداششون هست. در رو باز کرد، گفتم چرا کسی جواب نمیده؟ الناس چطوره؟ چرا اصلا جواب تلفن منو نمیده؟ گفت که چقدر اون لحظه حالم بد بود. گفت که الناس دیشب قرص خورده و خودکشی کرده و به زور بردیمش بیمارستان و از اون موقع بیمارستان مامان من پیش الناز و از ویروس نیومدم خونه. رفتم بیمارستان و دیدم که خدا رو شکر معده‌اش رو شستشو داده بودن، به خودش اومده بود، حالش بهتر بود، ولی کلا از لحاظ روحی خیلی داغون بود، خیلی افسرده شده بود. کلا اون دختر سرزنده و شادی که مثلا تا دیروز خیلی میخندید، حتی منو میخندود، حالش خیلی خوب بود، به خاطر یه نفر، یه آدم لاشی و بی‌لیاقت، یعنی یه آدمی که واقعا دارم اینو میگم، یه پسری که مثلا بلد نیست خرج شارژ و اینترنتش رو در بیاره، یه پسر احمقی که خرج زندگیشو از دخترها در میاره، باعث میشه که یه دختری به همچین حال و روزی بیفته. و من واقعا از این موضوع انقدر عصبی شدم که دیگه نمیدونستم چیکار کنم، ولی هیچ کاری هم از دستم بر نمیومد و فقط برگشتم خونه و گفتم که باید این موضوع رو حتما یه ویدیویی بگیرم برای همه تعریف، درس عبرتی بشه برای اون عزیزانی که مثلا توی فضای مجازی هستن، با همچین آدمایی در ارتباطن و درگیر اون رابطه و درگیر اون عالم سمی اگر هستین، حتما اون آدم رو بشناسین. فقط به حرفای خود اون آدم اعتماد نکنید، بیشتر و بیشتر تحقیق کنید. مرسی که تا انتهای ویدیو همراه من بودید بچه‌ها. امیدوارم که خسته نشده باشید. ممنون میشم اگر ویدیو رو لایک کنید و حتما کانال رو سابسکرایب کنید. بچه این زنگوله رو حتما فعال کنید که وقتی ویدیو میذارم اولین نفری باشین که میایین و ویدیوی من رو میبینید، چون قراره که از این به بعد کلی ویدیو براتون بذارم و از این داستانای سمی من خیلی زیاد دارم و داستان بعدی حتی سمی‌تر از اینه. و تا ویدیوی بعدی، بدرود.